Oh shit. Here we go again. خب گایز حالتون چطوره رفقا؟ امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. اومدیم با پارت یکی بازی جدید و خفن به اسم جنون قارچی. بچه این بازی خیلی خفن خوبه. حالا یه توضیح هم در موردش میدم. اول بازیش از این قرار که چجوری حالا بگم، مثلا یه بیماری داره میاد که از طریق بارون میاد که بهش میگن جنون قارچی. این جنون قارچی باعث میشه اونایی که زیر این بارونن مثلا جنون قارچی بگیرن و مریض بشن و بدجور بشن، یعنی خون ازشون میریزه و کپک میزنن و اینجوری، و به محض دیدنت میتونن تو رو هم مریض کنن. ما حالا بعضیا میان در میزنن میگن لطفا بذار بیاین تو، اگه جنون داشت باید نذاریم، باید یعنی اطلاعات داشته باشیم دیگه. تو سایتشون حالا من خوندم اطلاعاتشو دارم و اگه نداشتم که دیگه هیچ. خب و بازی چند تا پایان داره که قفلن، اینجا که میبینی 6 تا پایانی که قفله. بازی خیلی خفنه. اگه دوست دارید بازی رو براتون تو کانال روبیکون بذارم حتما اونجا عضو شید و تو کامنت ها بگید و لایک هم بزنید. خب بریم سراغ بازی. Let's do this. ارباب شهر من پوله 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 ارباب شهر من پوله. خب گایز شروع شد بازی. این تیم توسط تیم نول گیم ترجمه شده است. این بازی توسط تیم نول گیم داره. مفتخریم از شما بخوایم حمایتاتون رو فراموش مفتخریم از شما به خاطر حمایتتان تشکر کنیم. قطعا با کمک های شما بازی های بیشتری از این نوع ترجمه خواهیم کرد. لطفا برای دانلود بازی‌های ترجمه شده میتونن چنل تلگرام اینا رو ولش، خودم براتون تو ریکام میذارم. و خب این بازی مبتنی بر رویدادهای زمانی است. خب میگه اسمت چیه؟ اسم اینجا خیلی مهمه. من اسمم حالا تو این و همینجا میذارم ایلیا، چون فارسی بیاد بذاریم باید، نه چون من فارسی دوست دارم بذارم میرسم ایلیا. یه خط میذارم یا دیگه زدم ایلیا ولش. و یک بار دیگه لیمو ترش برنده نظرسنجی هفتگی بهترین میوه جهان شد. جهانی خوفی داره. و یک بار دیگه خب اینو خوندیم. چی؟ حتما تقلب شده. چطور ممکنه لیمو ترش از پرتقال بهتر باشه؟ فازت چیه؟ کاراکتر ما الان، من اصلا این ایلیا که الان اسمش ایلیا، اصلا خود من فازت چیه؟ حالا در اخبار دیگر گزارش‌های نشانه از افزایش سرقت در محله‌ها خبر می‌دهیم. در اینجا چند قدم هست که می‌توانید بردارید تا این دزدها از ورود به خونه‌تون منصرف کنید. خب منصرف کنید. من سواد فارسی ندارم، تقاضا انگلیسی بخونم. توصیه می‌کنیم احتیاط کنید و مطمئن باشید درها و پنجره‌هاتون قفل هستن و همچنین باید در نظر بگیریم دیگه حال دیدن این مزخرفات نرم. کنترل من کجا؟ صبر کن این چیه؟ سیستم هشدار اضطراری طوفان اسپور به زودی. ها؟ یعنی چی آجی؟ پدیده خطرناک آب و هوایی. هشدار خودش داره توضیح میده مثلا در حال نزدیک شدن به مکان زندگی شما هستید. آن به پدیده جوی تازه ظهوره. پس سعی کنید که در طول طوفان حتما داخل خونه بمانید. زیرا که تنها یک اسپور برای آلوده کردن یک میزبان کافی است. درها و پنجره ها رو قفل کنید و تحت هیچ شرایطی تا پایان طوفان از خانه خود خارج نشوید. چگونه عفونت را تشخیص دهیم؟ نحوه شناسایی عفونت. خاک‌های آلوده میتونن از طریق ریه‌ها، یک زخم باز و یا هر قشای نخاطی در معرض تماس وارد جریان خون میشن. کاملا درست داره. تو سایت هم اینا رو نوشته بود، من خوندمشون. مراحل عفونت. مرحله اول
سردرگمی و علائم تعریق ثبت سردر استفراغ استفراغ. به محض بروز این چقدر علائم مترجماش خوب بودن که دوبلش هم کردن. بنازم فرد آلوده بچه های مترجماشو دوست داری حتما زنگوله کنار فالورم بزنی. البته اگه فالو هم نکردی فالورم بکن که زنگوله ظاهر شه. مرحله دوم تسخیر علائم پارانویا توهمات دیگری شنیداری و میل غیر قابل کنترل به برقراری ارتباط و معاشرت. در این مرحله اسپورها به مغز میزبان رسیدن و در حال به دست گرفتن کنترل. آقا تموم شدن. مرحله سوم فعالسازی. میل غیر قابل کنترل برای رفتن مکان‌های مرتفع. صدا تلویزیون هست، فکر نکنید صدا گوشی من ها. صدا گوشی من اینجا نره. به مرحله بلوغ رسید و در نهایت مرحله 4. تموم شد. خب نوشته برای اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه کنید که من به مراجعه کردم و همه چیزو خوندم و کاملا هم انگلیسی رو فقط، اصلا فارسی نیست و مترجم بزنید که بیاره براتون اگه رفتید داخل سایت. جدی طوفان اسپور دیگه، این سومی طوفان امساله، داره خیلی عادی میشه برامون. همین. خب این بیشتر از جواب برای برام سوال ایجاد کرد. اما فقط یه اسپور میتونه میاهوگریزی داره. از کجا؟ هیاهوگریزی همون شهرشونه، من حالا نمیتونم. داره از کنترل خارج میشه. این نمیتونه واقعی باشه، واقعیت داشته باشه مگه نه؟ با این حال بهتر آماده بشم. آخه چرا دفترچه راهنما رو نخریدم؟ فکر کردم خریدن احمقانه ای. صبر کن، میگه یه وبسایت هست شاید اطلاعات بیشتری اونجا باشه. بهتر تو کامپیوترم چکش کنم. باید برم تو اتاقم. تو اتاقت نیست؟ اوه داشتیم تو تلویزیون میدیم. خب میریم رو میریم داخل اتاق، میریم وبسایت رو چک کنیم. اگر در مورد به بازنشون دادن اوه خب میگه تو کانال تلگرامشون فارسی میتونی بخونی. من دیگه رفتم تو وب خوندم و کاملا داستان انگلیسیشو خوندم ولی با مترجم. منم فارسی خوندم. بله. خب ما نوشته همه این توصیف‌های جدید اسپور دارن تکامل پیدا میکنن. این علائم تو هم مخصوصا شکوفایی واقعا ترسناکه. آقا ما میخوایم سعی کنیم ایمپورت پایان خوبش رو بریم، یعنی پایان بدی نریم. بهتر این توصیفات رو دقیق دنبال کنم. این چیه؟ قورباغه خونگی، اسمش هارولده. هارولد. فیلم شرک، پیرمرده بابای فیونا، اسمش هارولد نبود؟ قورباغه شد؟ دوریمه. خب بهترین اسم دنیا. بله کاملا. خب الان باید چیکار کنیم؟ الان دیگه ما وبسایت خوندیم یه کمی تایمی، حالا بیکاریم تا فعلا. تا حالا فکر میکنم ما رفتیم. خب اولین مزاحم تماس گرفت. خیلی دوست دارم اینا داخل چیز برم و اینو داخل استریما برم ولی سانسور نیاز داره، خاطر نمیتونم، وگرنه خودم دوست داشتم. سلام. هی ایلیاس جان ایلیا، میتونی صحبت کنی؟ اوه سلام. اونا اسمش اونا. حالت خوبه؟ اونا اوناست، همسایه جدیدمه. الان 1 ماه که پیش خونه من زندگی میکنه و کنار خونه من اعصاب کشی کرده. راستش نه، دارم میترسم. حس عصبی بودن تو صداش حس میکنم. راستش نه، دارم میترسم. یعنی این تو صدایی گفته بود که حس عصبی بودن داشتم. این طوفان اسپورت، این اولین طوفان اسپورته که داری تجربه میکنی؟ آره، اونجایی که زندگی میکردم از این اتفاقا نمیافتاد و راستش باورم نمیشه واقعی باشه. نگران نباش، معمولا فقط چند ساعت طول میکشه و اونقدر هم خطرناک نیست اگه داخل خونه بمونی. مهدیه؟ ایلیا جان ایلیا، اعلامیه اضطراری تلویزیونی رو دیدی درسته؟ آره، برای همین که بهت زنگ زدم.
توی وبسایت بود، باید بری چکش کنی تا همین اطلاعات در مورد طوفان اسپور لازم داری بفهمی. برو چک کن. آقا اما من کامپیوتر ندارم. آقا این قرمزا میبینی تو هوا معلقن، تو پنجره دقت کنی میبینیدشون. خب اینا همون اسپورن. اما خب درسته، من تنها کسی هستم که اونقدر احمقم که تقریبا تمام سرمایه زندگی رو برای خریدن کامپیوتر صرف خریدن کامپیوتر کرده. یعنی عین پولش رو داره یه کامپیوتر خرید. چیکار میتونی بکنم تو کمکت کنم؟ اوه میدونی، فقط مطمئن شو که توی خونه میمونی. اگه بتونی از پسش بر بیای حتما جات امن میمونه. اما قانون جدیدی هستش که این طوفان اسپور با قبلی‌ها فرق داره. اسپور از طریق هوا منتقل میشن، پس همه درها و پنجره‌هات رو قفل کن و اگه در مورد هر چیزی شک داری به هم زنگ بزن. باشه مرسی. حرفات یه ذره آرومم کرد. جونت خود از این وقت کلا زنگ بزن حرفام آرومت کن. خدا وکیل. شماره واقعی من میخوای بدم. خوشحالم. فقط آروم باش و پنجره‌هات رو محکم. باشه ممنون. اگر چیزی لازم داشتی بدن. آقا بازی میدونی مثل چیه؟ مثل No I'm not human یا همون نه من انسان نیستم. یعنی اینجور سبکی داره بازی، ولی در مورد قارچ به جای چیزای دیگه و بازی قشنگی و کلا من دوستش داریم. آره حتما بهم خبر بده. خداحافظ. گرافیکش هم مثل طاووس اندرو و لیلیه. اندی و لیلیا، اندرو و لیلیا، هر چیه. خداحافظ. تلفن رو قطع میکنی. بیپ بیپ بیپ. امیدوارم حالش خوب باشه. بهتر مراقب باشه. خب این میره کجا؟ این میره اتاق نشیمن. این میره کجا؟ این میره زیر زمین. آقا ما اینجا وای میسیم منتظر میمونیم که یه اتفاقی بیفته. مگه میفته حالا؟ فکر کنم الان یکی صبر کن. انگار در زیر زمین رو میزنن. حاجی یکی تو زیر زمینه. حاجی حس میکنم قاتل ماتل چیزی هست تو زیر زمین ما. واسه اینم. سلام. تو کی هستی و چرا تو زیر زمین خونه منی؟ سری جواب بده. ببین میدونم بهم شک داری، ولی به کمکت نیاز دارم. داشتم تو خیابون راه میرفتم که آژیر طوفان اسپور زده شد. خونم از اینجا خیلی فاصله داره، برای همین تو اولین جایی که تونستم پناه گرفتم که از قضا زیر خونه من بوده. درسته؟ آره راستی در زیر زمینت خراب. اگه درست می بود که تو دزدکی وارد نمیشدی. چاره دیگه نداشتم، نمیتونم برسم خونه و مجبور شدم یه جای پناه بگیرم. اسمت چیه؟ هوگو. باشه درکت میکنم. امشب میتونی اونجا بمونی و حواست باشه لوازم رو نشکنی یا ندزدی. چیه؟ میشه بذاری بیام تو؟ از همون اول خیلی مشکوک بودم. لازم نیست این کاری کنی که مشکوک‌تر بشی. میدونم ولی درک خراب طبیعی هوا هم کثیفه و قدیمیه. ممکنه که منم دچار بیماری بشم. از کجا بدونم تو الان بیمار نیستی؟ شاید میخوای بیای تو که منم آلوده کنی. چی؟ نه اینقدر درگیر ذهنیه برای خودت درست نکن. من فقط یه گوشه میخوابم و تو حتی متوجه حضور منم نمیشی. عمرم بذارم یه دخه همونجا که تو زیر زمین بمون. باشه هرچی تو بگی. دیگه مزاحمت نمیشه. صدای دور شدن از در رو میشنم. عالی شد. یه مشکل دیگه به مشکلهای قبلی اضافه شد. امیدوارم حضرت جیجی کمک کنه. حضرت جیجی دیگه چی؟ آقا به نظرتون هوگو رو راه بدیم؟ خب هوگو من بهش مشکوک نیستم حقیقتش. و معمولا که اولین کسایی که میان آدم بدی نیستن. خاطر من میگم هوگو رو راه میدم. بذار بیاد تو. مهم نیست که آلوده باشی یا نه. من ریسکشو میپذیرم. بیا داخل. واقعا؟ آره بیا تو. سلام جانم به این بچه خوشگل. برو تو اتاق خواب. ببن جان. آقا هوگو و این بچه نازی اصلا خوشگله، مریض هم نیست، خوبه.
آقا ترتمیز مشکلی هست؟ اتاق پذیرایی خیلی تمیزتر از زیر زمینه. همین الان پشیمون شدم این که گذاشتم بیای تو. ها دیگه راه برگشتی نیست. من اذیت نکن، هر دوتون میخندید. در ما من همینجا میخوابم. برو بخواب. آره فقط استراحت کن تا طوفان تموم بشه. برو بخواب و راحت باش. خب منتظر میشینیم تا یکی دیگه وارد شه. ببین بیرون رو میشه تماشا کنی. در ورودی خونه تحتش شرایطی نمیخوام برم بیرون. منم نمیخوام بری بیرون. ما میخوایم مریض میکنی. خب کسی پشت دره. سلام شهروان، اسم من ریه. من مأمور دولتی هستم و از طرف بخش کنترل بیماری اومدم. اوه سلام، میشه برای این صحبت کوتاه بیام تو؟ آها مطمئن نیستم. از خودتون ماسکت کو که من تو رو راه بدم. نگران نباش، فقط 10 دقیقه طول میکشه. آقا اینو من راه نمیدم. ماسک نره، صبر کن. مگه ماسک رو صورت نداشته باشه؟ ببخشید تو بیرون وبسایت گفته اگه طوفان اسپور باشه نباید بدون ماسک مناسب بیرون باشی. اوه با ماسک برمیگردم. خب تو الان صبر کن، در هر صورت ممکنه الان آلوده شده باشی. میخواد بره با ماسک برگرده. این شاسکول آجی بدش. سری رفتش، امیدوارم برگ نگرده. سلام آقا، یه نفر پوش. چی؟ ویس بینم رو پشته بون. هی تو لطفا باید بذاری بیام تو. اون چیزا همه جا دارن پرسه میزنن. چطور من دیدی؟ این راه از بیرون میشه داخل رو دید. هی لطفا دارم میبینمت. ساکت اون جوابش نده یا چیکار کنیم؟ ساکت اون جوابشو میدیم. تو کی هستی؟ چرا پشت من کنی منی؟ ببین اسمم نوحه. من برای یه شرکت تلویزیونی کار. دروغ میگی حاجی. صبر کن، اگه رو پشت اون آقا ولشون، اینم راه میدم حاجی. آقا بذار نو بیاد داخل، حتما بیاد داخل. مرسی اینم راه میدیم، اصلا مهم نیست. یکی میخوام اصلا پایانش مهم نیست. خب اینم راه میدیم ببینیم قضیه چطور میشه. آخه این ماسک داره، امنیت داره اینو. نه بخلاف تو من ماسک نرم، اگه بشکنش آلوده میشه. پس بذار من انجام شدم. برو تقیه پای من میشکنمش. مطمئن نیستم، یه ذره خطرناکی ممکنه آلوده بشه. مشکلی پیش نمیاد، فقط یه انبار زشه. نه باش بذار نون پنجه. پولشو از همین من دستم خورد و چی خراب کردم. حالا طور نیست. خب نو ماسکو بکن ما اینم چه شکلی هست. او مای گاد به این نو تو حالا پوگا رو کاری منم. تو برو تو تو تا خواب. انوار زیر شیبانی دیگه قابل دسترس. آقا جای قشنگ داریم، مال من خیلی کوچیک‌تر و کثیف داره. خب برو تمیزش کن. چه قشنگ. ماسکتو بده آجی، ماسکتو بده. مال من برای بیرون. من دیگرشو نمیخوام، من فقط میخوام برم این چیزمو درستم. یه لحظه صبر کن، در نزن. هنریش کردم آجی. بابا همه هم دارن همین الان زمینم. بابا این کی پشت در؟ سلام اسب سیل. اسب خیر رقصی که منظم شدم. آجی چه صدای کلوفتی برای این انتخاب کردم. میدونه وقت عجیب بر سر زدن. اسم من سیلویا است، از اداره پلیس محلی هستم. خوش اومدی سیلویا جان. امشب همون شاید تو مردم هر طور که میتونیم کمک کنیم و مطمئن بشیم همه دارن قوانین ایمنی رو رعایت میکنن. من زجی شدم. همه چی مرتبه. بهشون بگو همه چی مرتبه. بهشون در مورد بقیه میمونم. خب من چرا باید در مورد بقیه میمونم به یک نفر بگم؟ من بهش میگم همه چی مرتب. به جز اون اعلامیه عجیب تلویزیون چیز عجیبی ندیدم. خوشحالم که اینو میشنوم. حالا طبق دستورات اینجا تا به هر طریقی که میتوانی کمک کنم. نمیتونم از نظر فیزیکی باهات تعامل داشته باشم، ولی میتونم به هر سوالی جواب بدم.
نه فکر نکنم اینقدر کافی. من حوصله حرف زدن ندارم. آقا آره مرسی. خداحافظ شما. خداحافظ سیلویا خانم. ولی من باید چیکار برم؟ تلفن. سلام ایلیا. سلام مونا. چیز لازم داری؟ آره. آب بطریم تموم شده و داشتم فکر می‌کردم آب شیر کنم برای خدا خوبه یا نه. یه جواب سوال احمقانه ای مگه نه؟ خب معمولا مشکل نداره. خب خسیس بازی در میارم و کم میخرم برای همیشه از آب لوله کشی استفاده میکنم. نه منظورم اینه که آلوده است یا نه. از طریق هوا منتقل میشه و ممکنه مثل بقیه بیماری ها از طریق آب هم منتقل بشه. ممکنه که منبع آب آلوده شده باشه. خب حالا حس بدی دارم. حرفاش خیلی هم اشتباه نیست. آقا نگاه کن، اونی که من تو سایت خوندم خب گفته آب شیر مشکلی نداره چون با آب حل نمیشه و من اولیو میزنم. عالیه. مرسی عزیزم فدات بشم. من همه چی مرتب ایلیا؟ آره تو خیالت تخت برم تو لپات. و مرسی. خوشبختانه نمیبینم دارم سرخ میشم. باشه مرسی ایلیا بابت کمکت. مطمئن میشم که اگه سوال دیگه داشته باشم بهت زنگ میزنم. خب بهم خبر بده. خدافظ. تلفن رو قطع کنی و من با این هوگو یه صحبتی کنم. باز هم میمون اینجا کی خب ولش ول کن. نو رو اذیت نکن هوگو جون خودت. هوگو نو تو هم یه چیز بهش بگو. جای قشنگ می‌دونیم. حالا من خیلی کوچیک‌تر همین هم منطقتونه. آقا من میام داخل اینجا. من این قورباغه خونگیم اسمش هارولده. هارولد از بخیر. دوباره بخشی که مزاحم شدم. دوست دارم بیشتر از این مزاحمت بشم. طوری نیست عزیزم. اگه نگران نباشی امشب یه جورایی روز شلوغی بوده. اشکال نره. تو کانال ارتباطی رادیو اصلیم گزارش شده که یه مرد مشکوک اطراف اینجا دیده شد. خب مشکوک آلوده است یا فکر میکنم ممکنه خطرناک باشه. بعضی ها از این موقعیت سوء استفاده میکنن تا مرتکب جرم بشن. آجی اون سیاه فکر کنم کت شلوار سیاه رو میگه. یه مرد جوان بودن 25 ساله مومشکی شناسایی شده که اسمش هوگو است. هوگو اون رو دیدی؟ نه آقا میتونم بهش بگم نه ندیدم. خب یا میتونم بهش بگم آره یه کسی هست که خودش رو هوگو صدا میکنه و الان تو پذیرفته. آقا فکر میکنم یه آدم خوبیه. خب یعنی حس میکنم آدم خوبیه. نمیدونم که بده یا خوبه نمیدونم ولی حس میکنم آدم خوبیه. هوگو اینجوری که این داره میگه آدم بدیه. دست هوگو رو تحویل بدیم. من آقا نمیگمش. خب خیلی خوب. نمیدونیم به خدا ما اصلا کسی توشه. سلام شما. اسم من ریم. آقا این ریست شد. مأمور دولتی هستم و از طرف بخش کنترل بیماری اومدم. باز هم تویی؟ هم تو که خواستی با ماسک اومدم. حالا میشه بیام تو؟ آجی خب نظر این نبودش با ماسک برگردی. لطفا میشه بیا تو؟ این آدم مشکلش چیه؟ چیکار کنم؟ نمیشه اینجا صحبت کنیم؟ اگه این حرفم رو بزنم بعدش میذاری بیام تو؟ شاید اگه صحبت قانم کنه بذارم بیای تو. حتما پس بذار همینجا صحبت کنیم. خب من از طرف بخش کنترل بیماری اومدم. آره اینجوری قبلا گفتی. من اینجام که برای داره سکته میکنه. ادامه بده که این فیلتر آب رو بهت بدم. آب اینجوری نمیتونه از آب شیر استفاده. من چولمنیم. کو فیلتر اطرافش نگاه کنه اما فیلتری هم باش نیست. این فیلتر جادویی همه اسپرا رو از آبت خارج میکنه. باشه پس کجا؟ چی؟ اون فیلتر کجاست؟ اوه پس با فیلتر رو منطق تو به من لو میدی مشتی. منطق تو فقط لو بده. آجی بازی آهنگ بک‌گراند نمیخواد. خودش بک‌گراند خفنی داره آهنگش.
بیخیال منظورم این نبودش. اوف. آیا بچه حرف گوش کن یا هرچی میگه میری میاره. خب آقا همینجا سیف کنیم. وایسا رفقا هیچ پایانیشو نرفتیم متاسفانه، یعنی هیچ کدوم از پایانی بازی رو نرفتیم ولی سیف کردیم انشالله. پارت بعدیش که میفته برای پس فردا شاید یه بازی دیگه بریم، شاید هم همین رو اگه دوست داشتید پس فردا همین رو میریم، اگه دوست نداشتید یه بازی دیگه میریم. و خب گایز این بازی تا همینجا کافیه و اگه دوست داشتید حالا همینجور که گفتم پارت بعدیش رو پس فردا میریم یا یه بازی دیگه میریم. اگه دوست داشتیدم یه چند روزی میگذره، حداقل سه تا ویدیو میگذره بعدش میتونیم بریم، یا پس فردا اگه دوست داشتید یا خیلی لایک و کامنت و اینا گرفت میریم بازی. اگه دوست دارید تو کامنت ها بگید، لایک هم بزنید و فالو کنید و یه کاری باید بکنید که بیاید تو رویکامون عضو شید و اونجا من براتون تو رویکام میذارم و برید بازی کنید، عشق کنید، لذت ببرید. اونم لذت برده باشید. کلا ماشاءالله خدا نگهدارتون.